سلام، من شیمام. به کانال من خوش اومدید. خب این یک ویدیوی وکاله و قراره با هم دیگه ببینیم که این ماه چه کتابایی خریدیم. اینا رو من حضوری گرفتم از یک کتاب فروشی محبوبم که خیلی دوستش دارم، هر ماه بهش سر میزنم. ولی این دسته پستی خیلی جالبه. من تا حالا کتاب زبان اصلی نخونده بودم، بعد خیلی دوست داشتم که امتحان کنم. برای اولین بار یک سایت پیدا کردم که خیلی همه تعریفشو کرده بودن. منم چند تا رمان زبان اصلی سفارش دادم. بریم با هم دیگه بازش کنیم. وای چقدر خوشگلن. ببینید همشون دورشون تلفن داره. خیلی خوشگله. عزیزم خیلی جلدش خوشگله. خیلی خوبه، خیلی خوشگله، واقعا دوستش دارم. چقدر فونتش خوبه. بریم بقیه‌اش هم باز کنیم. خیلی خوشگله عزیزم. خیلی دوست دارم. خیلی کیفیت چاپشون خوبه، واقعا راضیم از خریدم. حالا بخونم ببینم که چجوریه، اصلا من میتونم این کتابا رو بخونم یا نه. فکر کنم این کتاب آسونی باشه. کالین هاور عزیزم. این کتاب کالین هاور فکر کنم که هنوز ترجمه نشده. خوبه، تعداد صفحه هاشم کمه. اصلا چی شد که من کتاب زبان اصلی خریدم؟ به خاطر این عزیز دل. یک گروه همخوانی قراره که هری پاتر رو شروع کنیم، با هم دیگه بخونیم. بعد یه سری سایت ها رو گذاشته بودن که بچه ها اگه میخوان اورجینال بگیرن، ولی خب من ریسک نکردم که همه مجموعه رو بگیرم. همه گفته بودن که سطح زبان هری پاتر خیلی خوبه برای شروع. منم چون داستانش رو میدونم، برام خیلی شاید سخت نباشه، گفتم که هری پاتر بگیرم. ولی وقتی رفتم تو سایت انقدر که جذب جلد کتابا شدم تازه خیلی بیشتر میخواستم بگیرم، ولی گفتم فعلا با همین چند تا شروع کنم ببینم اصلا میتونم ادامه بدم یا نمیتونم. یکی کم هست هنوز آخریش که خیلی خوشگله. میکنم که بیشترشون رومنس باشه. البته میدونم که خب هری پاتر که قطعا فانتزیه، بلادونا هم فانتزیه، اما راجع به اینای دیگه هیچ ایده‌ای ندارم. خب کالین هوورم که کلا رومنس مینویسه. خب این از کتابای اورجینالمون. بریم سراغ کتابایی که از کتاب فروشی خریدم. خب من این چند تا رو اینجوری بزنم این بری نشون بدم. من این چند تا رو از کتاب فروشی گرفتم. البته چند تا دیگه میخواستم بگیرم که نداشت، تمام کرده بودن. اول از همه بذارین که اینا رو بهتون نشون بدم. استیک نوتایی که برای انوتیت کردن استفاده میشه. انوتیت رو بخوام بگم نوت نویسی، مثلا توی هایلایت کردن توی کتابا. من اصلا قبلا هایلایت نمی‌کردم تو کتابا، فکر می‌کردم خراب میشن یا مثلا کثیف میشه کتابم و اینا.
بعد دیگه الان نمیدونم چرا خیلی ترغیب شدم که این کار رو انجام بدم. این استیک نوت ها رو گرفتم. این چند تا هایلایتر گوگلی هم از قبل داشتم که دیگه توی کتابام قراره هایلایت کنم. خب کتابا رو با هم دیگه اسمشون رو بگیم. کنستانسیا، این از کارلوس فوئنتسه که یک نویسنده مکزیکیه. من قبلا کتاب آورا رو توی تابستون ازش خوندم که خیلی کتاب جالب و عجیبی بود. دوست داشتم که از این نویسنده بیشتر بخونم، برای همین یک کتاب دیگه ازش گرفتم. آپارتمان 5 سوین، دروغ‌های جن و پری تنیده در تعبیر خواب. خب پشتش نوشته که عمر جنها به مراتب بیشتر از عمر انسان هاست. موجودات حیله‌گر با عقل جنی با هر کس بگونه این رابطه برقرار میکنن. ضعف آدم ها را بو میکشن و پیدا میکنن. انسانی که جن وارد بدنش شده معمولا رازش را با کسی در میان نمیگذارد. جنها اینطور امر میکنند. نویسندش ترکیه‌ایه، از نشر افقه و هیچ ایده‌ای ندارم که اصلا چجور کتابیه، فقط خیلی توی اینستاگرام دیدمش. کتاب بعدی، ببین چقدر اول جلدش خوشگله، واقعا خیلی خوشگله. نیماژ رو به خاطر کاورایی که انتخاب میکنه خیلی دوست دارم. کلا نیماژ نشر خوشگل و مثلا کتابی هم که انتخاب میکنن خیلی خوبه به نظرم. وقتی از سر هنری بودم از اریک امانوئل شمیت. من تا حالا از این نویسنده کتابی نخوندم ولی خیلی اسمش رو شنیدم. میخواستم از کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری شروع کنم که متاسفانه تموم کرده بودن نداشتم. کتاب بعدی استونر از جان ویلیامز. خیلی تعریف این کتابم شنیدم ولی خب نمیدونم که چجوریه. از نشر ماهی هم هست. کتابای بزرگی که نشر ماهی میزنن خیلی بیشتر از کتاب کوچولوهاش دوست دارم. کتاب کوچولوهاش خیلی خوش دست نیستن، سخت باز میشن، فونتش هم کم ریزتره، ولی خب خیلی خوشحالم که این قطعه کتاب بزرگه. و کتاب آخر از هرمان هسه است، کتاب دمیان، که خب خیلی اسم هرمان هسه رو من از نوجوانی شاید تو مثلا ادبیات شنیدم ولی تا حالا هیچ کتابی ازش نخوندم. خب البته مگه عمر ما چقدره که ما بتونیم همه کتابا رو خونده باشیم. خیلی تعریف از این کتاب شنیده بودم، بعد دیگه گفتم که بگیرم ببینم که چجوریه، خوشم میاد یا نه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.